السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليم اللغة العربية. لغة عربی با لغت عربی لغت العربیه می شود. لغت العربی که گفتیم میفهمد و انسانی که گوش کرده است باشد. یکی وقتی ملاقات میکنیم با اون کس میپرسد که من این انت، من این انت، از کجا هستی؟ من این انت، از کجا هستی؟ اگر از تاجیکستان باشد انسان میگوید که انا من تاجیکستان، انا من تاجیکستان، من از تاجیکستان. اگر از دیگر جا باشد، از روسیه باشد، انا من روسیه، یا که انا من قرغیزستان او پاکستان. ببین ما اسمک در تلفظ عربی مسمکش میگن، ما اسمکش تلفظ نمیکنن. نامت چیست؟ مسمک نامت چیست؟ اگر نامش عبدالله باشد میگوید اسمی عبدالله، اسمی عبدالله، نام من عبدالله، اسمی عبدالله، نام من عبدالله. و مسمک، و مسمک گفته و نام شما چیست؟ و نام تو چیست؟ و مسمک، و نام شما چیست؟ اون شما را گردن میپرسد یا که شما میپرسید یکم انسان را. در جواب میگوید که اسمی احمد، نام من احمد، یا که عبدالله، یا که انس. اسمی نام من میشه، نامتون بعدی هم میگیرین احمد، عبدالله، انس، چیزی که نباشد. بعد میگوید که خود رقم هاتفی، بگیر رقم تلفنی مرا. خود رقم هاتفی، بگیر رقم تلفنی مرا. این در ملاقات استفاده میخوره بسیار. و انشاءالله هر روز اگر که 2 کلمه هم باشد برای تعلیم لغت عربی، هر روز اگر 2 کلمه باشد یا که 3 کلمه باشد، تصور کن در 1 ماه 60 کلمه یا که 90 کلمه شما تعلیم بگیرین. علاکه میتونین که به طریق آسان در که جایی که نباشد، اگر که قطعی یکم عرب یا که انسانی که عربی را میدوند در مثل دبی، مثل عربستان، مثل دیگر اگیپت که جایی که نباشد، شما میتونین به آزاد گپ زنین. یا که همون دعوت ها و یا که همون بگیم نشیده هایی که میخونن شما میتونین به طریق آسان بفهمین. انشالله که هر روز کمی هم باشد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که کمی باشد بر دوام باشد بهتر از آن که زیاد باشد و کنده باشد. السلام علیکم.